بفرمایید گرفتمتون. سلام ببخشید همون اینترنت من فکر کنم ضعیف بود، معذرت میخوام. میگم سلام یا همون درود ایرانی، آفرین. ایران باستان. همون من یه درود نکته ایرانی برام باستان. خیلی جالبه، مثلا تا الان ندیدم تو کشور غربی علیه امام حسین حضرت علی برنامه بسازن، ولی وقتی که اینا بله. میان فیلم تو میسازن جرأتشو علیه نداریم چون خشایار اصلا میسازن. جرأت انقدر نه امام بحث حسین در جرأت بایکوت نیست، نه خبریه. بله علیه بابا. حضرت محمد ساختن، نه نه یعنی یه حضرت سری اومدن محمد علیه. بله، حضرت محمد بله، ولی امام حسین انقدر بایکوت خبریه حتی جرأت ندارن نه فلسفه بحث جرأت عاشورا نیست، رو. براشون ببین مهم شما نگاه نیست کنید اتفاقا. نه تمام کارناوال های موجود در امریکا و اروپا که حتی مثلا شاید 100 نفر جمع بشه اونجا، کارناوال شورت قرمز هم اونجا میان براش برنامه میسازن و میگن این یه گفتمان جامعه نه شناسی باید بیا بشین نه از این طریق براشون گفتمان مهم جامعه نیست، اینا شناسی چیزی بررسی براشون کنن. مهم باشه خط قرمز صهیونیسم جهانی چیزی رو خط قرمز نداره میسازه. ولی مثلا میان حالا برای من خشایارشا میسازن، وقتی که فیلم میسازن علیه ایران خیلی جالبه. رو نام هایی که مثلا من تو مثل پلیس آهنی که جدید درست کرده بودن سال 2017، تو من برنامه‌شو ساختم، مثلا تو پلیس آهنی نام این بچه حزب اللهیا بود آرش. خیلی برای من جالب نه بود که آمریکا فیلم میسازه نام بچه حزب اللهیا رو میذاره آرش، چون میخواست مثلا بگه اینا یه مش تروریست وحشی ان. خود جمهوری اسلامی هم میخواد سریال درست کنه نام دزد و قاتل و اینا رو میذاره جمشید و آرش و اینا. یعنی این نه دشمنی با ایرانیت خیلی برای من جالبه. بعد شما اینو نه اینا بحثشون سره. اولا یکی از بزرگترین حامیان اسلامگرایی تو منطقه و دنیا اصلا غربه. اینا مشکلی اگه با شیعه دارن به خاطر سخت افزار آریاییشه. حالا اینکه شما تعریف دیگه ای داری خیلی برای من جالبه، اون دیگه من بحث دیگه ای، ولی اینکه میگی نداریم من حالا یه نمیدونم اینا مبحثی برام رو. جالبه. مثلا میگید که تو این داستان من نمیدونم چی، من ببینید اصلا من از جدیدن نظر بفرمایید. براندازا دارم میبینم، جدیدن چیزی که از براندازا من میبینم برانداز نیستم که. چهار نوع گفتمان الان در جامعه داره شکل میگیره. این چهار نوع گفتمان گفتمانیه که یک تعریفی از ایران دارن در نفی از اسلام، یعنی دنبال این گفتمانی هستن که یک ایرانی رو معرفی کنن که این ایران اصلا این سیستم عامل و این چیزایی که داره اصلا اسلام نیست. همون مثلا حرکت خب اسلام اصلا کوروش وجود نداره تو جالب. ایران. شما بله حالا ببینید من شما خود میگم مسلمان یه توضیح پنداری ریز تو این بدم در مورد زمینه من درگیر مکاتبه شما نیستم. دارم. من اصلا حامی شیعه، من اصلا یه زمانی من با کلیت اسلام با اسلام شیعه مبارزه میکردم، ولی الان مبارزه نمیکنم. اتفاقا که بهترین دوستان من بچه شیعان، چون اصلا وقتی که من این درجه رسیدم که اولا زندان کشیدم نزدیک 4 سال خورده ای، تو 5 دوره زندان، 4 سال خورده ای نه 4 سال دقیقا. و اینجا 30 تا کشور حداقل تا الان دیدم، همش دارم مردم رو میبینم، همش با انواع و اقسام مردم در ارتباط هم میبینم. از اون تون روی مثلا کشیدم کنار، دیدم مثلا باید اصلا بچه شیعه هر چقدر هم خودشو بگه من مسلمونم، بزرگترین ضربه رو به اسلام حقیقی محمد همین بچه شیعه زده. من مشکلی ندارم شما خودتون رو مسلمون میدونید، شما نه بدونید، ولی نه من این ببینید حقا من دارم الان که چیز من کنم. تحقیقات خودم خودم رو چیز میگم کنم. چون بالاخره حالا بحث تحقیقاتیه که الان موجوده و حالا سر این قضیه ما توی این گفتمان بحث میکنیم. ببینید یکی از چیزهایی که الان وجود داره، ببین ما 4 تا بخش رو الان بررسی کردیم. یکی از اونها ایران شهری کلاسیکه، یعنی اینها به ایرانیگری باستانی زیاد فکر میکنن، اندیشهشون برگرفته از اندیشه زرتشتیه. اولی خصیصهشون اسلام ستیزیه، دومیش زرتشتی شما هم گراییه، اسلام حمایت ستیزید، از شما هم کوروش اسلام رو دارن. ستیزید، شما هم بله یعنی شما هم با اونا همراهید، یعنی شما هم مثل ما بله. از ما تندتر اتفاقا حمایت اسلامو دارید میزنید. حمایت از کوروش رو دارن، نژاد پرستی زیاد مثل شووینیسم رو دارن که خیلی شما هم افراطیگری نجات به پرستیه، نژاد شما پرستی هم نجات پرستی آریایی اتفاقا. دارن. یکی و از نکات این مثبت ببینید شیعه نجات این پرستیشه اتفاقا. نه این 4 تا چیزی که شما الان در مکتب ایرانی ایران شهری کلاسیک وجود داره، این برای این 4 تا خصیصه‌ای که برای ایران شهری کلاسیک دقیقا وجود همه این داره. خصیصه ها، اتفاقا همه این مسئله خصیصه ها چیزه، خصیصه که نه اصلا مکتب نه همه حسنه، همه این حسنا رو اتفاقا شما شیعه هم دارید آخه. مکتب دومیشون آریامهریه که اینا کلا باستانگرایی و ایرانی و پادشاهی هن. یعنی اینا شما هم چیزشون هستید، شما برگرفته هم از پادشاهی 2500 هستید، شما تمام اماماتون 2500 هم پادشاهی اومدن بالا. و حضرت علی اگر فوت شد، حسن اومد بالا، حسن و حسین فوت شد، دوباره شما فامیلشون. شما یعنی اگر اصلا اجازه بدید 12 من یه امام صحبت چیز بکنم، شیعه هم بعدش مثلا یه 2 پادشاهیه. دقیقه
مثلا 2 دقیقه من صحبت میکنم، 2 دقیقه هم شما صحبت بکنید بله در بفرمایید. نقد جوابای بنده. نه من نقد نمی‌کنم، من دارم دومین تاییدتون میکنم اتفاقا. دومین مطلبی که الان توی براندازا قشنگ به راحتی داریم میبینیم و این فرقه ها داره شکل میگیره، بحث همین آریا مهریه، باستانگرایی. از چیزایی که دارن، یکی استمرار سلسله پادشاهی رو اینا خواست دارن که میخوان این سلسله پادشاهی باشه. دوم اینها هم چرا اسلام میگید ستیزی. اینا؟ بگید ما. چرا میگید اینا؟ چون نه شما هم همینی. شما من آقای چون من خامنه‌ای اینا نقش رو شاه چون من دیگه. اینا رو بررسی کردم و همه اینا رو میدونم که هر خب کدوم چرا از این جدا طیفا کی میکنه؟ هست. تو تمام اینا شما اتفاقا دمتون هم گرم، اتفاقا خیلی هم مثبته، خیلی مصممتر هم شما دنبال سیستم پادشاهی، چون شما از اول این انقلاب بچه حزب اللهی جمهوریت زدن، طرفداری کردن از ولی فقیه. ولی فقیه نه کاملا یک ساختار کاملا آریایی پادشاهیه. یعنی اصلا خب جدا نمیبینم چون من. شما میدونید چیه آقای دانا، چون شما یه سری از مباحث رو تحقیق میکنید، یه سری از مباحث رو تحقیق نمیکنید. شما اصلا چیزی به نام ولایت فقیه رو، تنها چیزیه که امروز غرب مخالف یک همچین حرکتیه، چیزیه که در 100%. تمام 100%. کشور بله چیزیه که در تمام کشورهای دیگه این نرم افزار و این ایدئولوژی وجود نداره و هیچ کشوری توان مقابله با کشور و بلوک شرق رو نداره، بلوک غرب آقا رو درود نداره. به شرفت، من حرفم با شما یکیه. جان آخه درود، آقا من حرفم با میگم درود به شرفت، نه منم بله، حرفم همینه. اما نرم میدونی افزار چرا؟ ولایت فقیه هیچ تطابقی با سلسله شاهنشاهی و نه پادشاهی نه نداره. کاملا چون اصلا یکیه. منتها میدونی فرق نه من با خب شما همون چیه؟ دیگه فرق من با جفتمون تو یه جبهه. متاسفانه فرق من با همین شما میدونی چیه؟ فرق من با شما میدونی چیه؟ من یه خورده رفتم، یعنی با خودم، این بحث سواد نیست، من با خودم کنار اومدم که اصلا هر کسی گفت من از طرف خدا اومدم کلا ببخشید خالی بسته و اینا بحث جداییه، نمیخوام بحث فلسفیشو بکنم. این سیستم هم کلا بخش ولی فقیه اینا کلا همون ساختار آریایی پادشاهی، برای همین غرب باش مشکله. شما میخوای تو اون زمینه‌ای که خدا هست و بهشت و جهنم هست و اینا، خب ایرادی هم نداره، چون انسان‌ها ضعیفن، دوست دارن همیشه یه موجودی به نام خدا رو هم چیز کنن و خودشونو به خصوص تو ادیان ابراهیمی خودشونو اونجوری شما دوست داری اونجوری حال کنی، ایرادی نداره، نه ولی کلا بالاخره همه تو یه شما بر جبهه‌ای، شما اساس حال همین کنید که بر اونجوری. اساس تفکر تئویستی اومدید یه دفعه مثلا آتئیستی یه دفعه اومدید به سمت مثلا ولایت فقیه، خودش من که یک آتئیست جذبه نیستم، من دیگه. کاملا اتهام کنم کاملا شما آخه من اتهام از نظر سخت افزار، چون کل شیعه همون زرتشته، یعنی شما میخوای یه رویکش الان اسلامی من یه بهش کار از شما بزنید، دارم، سر من خودتون رو بارها کلا از شما بذارید، اینو خب بذارید، شنیدم، من مشکلی با زمان شما خود ندارم البته. زرتشت، اصلا زمان خود زرتشت مثلا مگه حکومت زرتشتی ما داشتیم؟ اصلا زمان زرتشت مگه مردم همه زرتشت بودن؟ شما چطور میگی که ایران زرتشتیه؟ اصلا مگه زمان زرتشت چند نفر زرتشتی شما بودن چه که شما همونجوری دارید در که شما مورد الان میگه همه ایران شیعن، نه در حالی که این همه نه سنی و این آخه همه از بچه شما شیراز، خیلی شما راحت همونطور که دارین الان تو زرتشت آمار اصلا میگید 1 میلیارد، شما زرتشت رو همونطور که شما توی نگاه بکنی شما الان آمارشو به پاسخ 1000 بدید. نفر زرتشتی نمیرسه. شما چند ببخشید، نفر زرتشتی میشناسی در حالا ایران؟ شما خودتون زرتشتید، من شما رو میشناسم، آقای بادپا نه زرتشتی منتها روکش آقای امیدوارم روکش شما شیعه داره. تمام مکاتب تمام شما مگه ایدئولوژی های اسفند دود اون نمی رو کنید؟ شما مگه شما اسفند دود نمی کنید؟ آتش که نه تو به هیچ اسلام عنوان، شما به 100 هیچ تا آیه عنوان نه اومده که نه نشانه شیطانه. آقای امیدوارم ببین شما این که وقتی میگید زرتوش چند نفر در زمان خودش عضو داشت؟ مگه زرتوش بالای 1000 نفر آدم داشت که مثلا بهش کجا؟ تو اون زرتشتی باشه؟ موقع؟ تو اون موقع بله کل تو زمان همون دوره موقع ساسانی، در دوره ساسانی ببخشید دین رسمی ما زرتشتی بوده. دین این همه رسمی آتش خدا رو چرا هزاران همچین مرتبه سپاس، این ببین همه این که کتیبه شما که اسلامتون بر پایه 4 تا روایت و فلان و این که مثلا کل داستان عید قدیر، که البته من عید قدیر رو قبول دارم از نظر استراتژیک، حامی عید قدیرم، چون از اونجا به بعد ما رو با اسلام حقیقی ناب محمدی جدا کرد، هزاران مرتبه شکر. ولی همون عید قدیرتون هم شما از اون همه روایت، یک تمام روایت ها میگن علی یمن بوده، علی وجود نداره. 1 میلیارد مسلمون، 900 میلیون بهتون میخندن سر عید قدیر، که البته من با شما اینجا همراه هم، یعنی یکی هستیم، ما تو یک جبهه هستیم، خیلی هم جالبه. حالا شما از نظر ایدئولوژیک، من از نظر استراتژیک کنارتونم برای عید قدیر. شما اینا رو چیز میکنید، اینا رو ببخشید بخوایم بحث کنیم که کل اسلام، که ببخشید کل اسلام شیعه به خصوص، از نظر تاریخی که رو حواس اصلا ببخشید 900 میلیون اصلا خدا چی مسلمانان واقعی اینو خوب خدا فهمیدن. چی جانم خود خدا چی
ببین من وارد این بحث نمیخوام بشم، ولی کلا اینکه خدا وجود شما داره بحث یا نداره. زرتشت رو حالا میگید و ببخشید بعد میگید مورد بحث. حالا اینو بهت بگم، من نه آتئیستم، نه اینکه میگم خدا هست نه اینکه میگم نیست. دین زرتشتم یک دین زمینیه. این که شما اگه با خدا رابطه داری، دیشب باهات چایی خورده، اینا یه بحث دیگه‌ایه. من تا حالا خدا رو ندیدم باش بشینم گفتگو کنم. خودم در درون خودم دوست دارم خدا رو قبول داشته باشم، دارم با خدای خودم، اون چیزی که تو ذهنمه. حالا اون چیزی که حق، ببین یه چیزیه که تو ذهن ماست، یه چیزیه که واقعا حقیقته. اگه شما به اون حقیقته رسیدی دمت گرم، چون اشو زرتشتم به اون چیزی که مثلا اسمشو شما میذارید یه خدایی که مثلا این همه فرشته آفریده، بعدم یه خورده سادیسم داره، میگه هر کی از منو قبول نداشت لا اکراه فی الدین، البته اما اگر منو قبول نداشتی، البته اینو تو مکه میگه، بیا اینجا میبرمت بهش، پدر چیز میکنم، حال بهت میدم، ژتون بهت میدم، خانوم بازی کن، خب شما مگه زن محجبه هستی، زیاد نماز میخونی، اینجا میبرمت قلمان بیفته و اینا، کاری ندارم. اگه قبولم نکردی پدرتو در میارم، 180 تا آیه کمدی جهنم داریم دیگه، سرب داغ میریزم. این خدا سادیس داره، مثل اون فیلم اره. اگه شما با اون ارتباط داری دمت گرم آقا، خوش به حالت. من بعد از 34 سال عمری که از خدا گرفتم، من با اون خدای کلا ارتباطی ندارم. ولی اینکه خدا هست یا نیستم علمشو ندارم بدونم. اگه شما علمشو داری دمت گرم. اگه فکر میکنی این پیامبران ابراهیمی که هر کدوم ببخشید در سن 62 سالگی ببخشید شلوار زیپ شلوارش رو هم نمیتونستن کنترل کنن، این همه زن گرفتن از عایشه و صفیه و فلان، دمشون گرم. من علمشو ندارم، نمیدونم خدا هست یا نیست، این در حدی نیستم بدونم. چی بگم؟ بفرمایید. نه خب، دو مکتب سوم مکتب ایرانیه. مکتب ایرانی سردستش آقای احمدی نژاده و آقای مشایی. اینها عبور از اسلام رو به سمت رسیدن به کمال انسانی بررسی میکنن، یا پراگ اسپرینگ رو یا بهار پراگ رو بررسی میکنن که در سال 68 این بهار پراگ شکل گرفته بود، و حتی بهار اسلامی رو به عنوان بهار مثلا انسانی میشناسن. میگن این یک بهار اسلامی نیست، یک بهار عربی نیست، یا این یک بهار مثلا انسانیه که داره شکل میگیره، و بیداری اسلامی رو به عنوان بیداری انسانی تلقی میکنن. این هم یک تفکره و این هم دقیقاً چیزی که با مابقی مکاتب داره. ما با مابقی مکاتب هم به کوروش احترام زیادی میذارن، یعنی کوروشگرا هستن. عرضم به خدمتتون شما خودتون چی؟ شما کوروشگرا اینا نیستید؟ البته به زبون نیست، شما در اصل هستید، ولی خب من اصلا وجود کوروش رو هنوز در هیچ شاهنامه‌ای، در هیچ کتابی ندیدم. ولی وجود خدا رو قبول کردید. کوروش تمام کسانی که نزدیک کوروش بودن یهودی هن، اما خود کوروش یهودی نیست. این خیلی جالبه برای من. حالا ابی نداره، زیاد مهم نیست، در موردش بعداً حالا اگر یه بحثی بود در مورد کوروش ما بحث میکنیم که بیاد یه نفر ثابت بکنه که نه نیاز نیست ثابت. کوروش انقدر بزرگه که و هیچ حتی در شاهنامه وجود نداره، حتی در شاهنامه وجود نداره، در هیچ جا هرودوت نوشته، ولی گزنفون و هرودوت که کتاباش مال 2500 سال پیش هست. شما تمام اشعار شاعرای ما، به این شاعرای بزرگ ما و دانشمندای ما هیچ کدوم در مورد کوروش ننوشتن، یه هرودوت نوشته. سوال من جواب بده. آقا شما سوال من رو جواب بده. هرودوت چند سال بعد از کوروش کتابش رو می‌نویسه؟ هرودوت تو همون زمان بوده، 50 سال 20 سال همون هولوش بوده. الان اصلا هرودوت کوروش رو ندیده. شما چطور میگی هرودوت کتاب برای کوروش می‌نویسه؟ شما اصلا تحقیق نکردی آقای دانا. هرودوت 80 سال هرودوت 80 سال بعد از وجود عزیزم، هرودوت بعد از دو تا شاه دیگه هرودوت کتاب می‌نویسه. به هر حال خدا رو صفات هزارا مرتبه سپاس کوروش جایگاهی داره که بعد از دو تا شاه دیگه تازه در مورد کوروش می‌نویسه. ببین خوشبختانه حالا یه چیزی بگم، خوشبختانه تاریخ اسلام ولی به برعکس ندیده. شما در مورد هرودوت تاریخ اسلام تاریخ نزدیکیه. حالا این اجازه بده، چون 10 جلد کتابش هم هستش. تاریخ ویلدورانت هم اتفاقا از شاهنشاه کوروش اومده، گزنفون هم کوروش نامه رو داره. منتها خوشبختانه حالا برعکس شما، چون کتابای ما رو که یه بار اسکندر مقدونی، یه بارم این اسلام ناب محمدی اومدن آتش زدن اینا، حالا عمر و علی و اینا کاری ندارن. اما خوشبختانه برعکس تاریخ ایران باستان که کتاباش آتش زدن، تاریخ اسلام همش نوشته شده. حتی اینکه امام حسین چون عاشق زن که چه عرض کنم دوست دختر
این آقای یزید بود، خانم اورگنب اگر اشتباه نکنم، اینا هزاران روایت الان داره من که در مورد کوروش خوشبختانه گفتم برخورد آره بدرد به آره سمت نه امام حسین. نه من غیرت حالا من یه ندارم، سوال از شما دارم، میگم آقا برعکس من یه سوال تاریخ از شما ایران دارم. اجازه بدید جانم. شاه شاهان مگر نمیگه تمام ادیان رو من بهش احترام میگذارم و باید تمام ادیان روی دقیقاً زمین وجود داشته باشه؟ ادیانی که شما هم همچین نظری داری؟ اون موقع شما هم ببین همچین نظری داری؟ 100%. منتها اگه چیزی شما بخواد هم به ببخشید جناب من شما داعش هم به کسی احترام که گاو نمیذاری. میپرسته، شما هم به قابل کسی که موش احترامه، قابل میپرسته، احترام. گاو برای شما پرسته و قابل موش پرسته احترامه؟ از مسلمان پرسته قابل احترام نه، ترم. میدونی برای چرا؟ چون گاو شما قابل پرسته احترام. آزارش چطور برای شما نه قابل احترامی که شما حتی چون آزارش به خدا کسی پرستی رو، نمیرسه. اسلام پرستی رو شما حماقت فرض میکنی و بعد شدیداً موش پرستی جنایت و گاو میدونم. پرستی رو، بله دقیقاً گاو گاو پرستی پرستی رو منطقی جهالت فرض تره. نمیکنی، نه اما منطقی اسلام تره. پرستی رو جان دقیقاً گاو پرستی منطقی تره، چون تو گاو منطقی طرف تر میگه از آقا من گاو رو میپرستم. اسلام گراییه. اتفاقا خوشبختانه اجازه بدید پاسخ بدم، اتفاقا خوشبختانه ونکوور چون یک بخش خیلی گسترده هندی بودن، اتفاقا هندو بودن و یک بخشی هم گاوپرست. خوشبختانه ما اینا رو دیدیم. خیلی انسان‌های پاک و خیلی انسان‌های درستی ان، خدا رو تو اون گاو می‌بینه. و من وقتی با اونا بحث میکنم پوزش میخوام جناب باتفا، به جان مادرم قسم توهین نیست، ولی منطقی تر از شماها بحث میکنن. چون اون خدا رو وقتی صحبت میبینن، میکنه جانم خدا رو توی گاوه میبینن. آره خیلی هم منطقی تر از مسلمونا بحث میکنن، حداقل خدا یعنی آزارشون به چی؟ کسی نمیرسه. خدا ولی یعنی شما تو خدا اسلام یعنی ببخشید چی؟ یا قتل فی سبیل الله دارید، شما سوره توبتون دیگه بسم الله الرحمن خدا الرحیم یعنی نداره، چی؟ البته از اول تا آخر میگه بکشید. مولانا، شما از کوچکترین انحرافات فکری که داری من حاضرم جواب بدم. اگر یه دونش رو جواب ندادم نه شما بگو آقای انحرافات باطل قطع نیست، ما برو. نه شما من الان میگی البته بگم آقا شما همین الان در نه مورد جهاد میگی. سوال من، شما میری 1 کیلو میوه میخری، من با شما عقلی حرف میزنم، خدا رو بذار کنار، اسلام هم بذار آخه کنار، میری ببخشید یه 1 کیلو میوه مسلمون میخری، نمیتونه عقلی میری صحبت 1 کیلو، اصلا کنه، ولش کن، چون یه عقل مسلمون عقل اعتقاد حجت داره که عقل. خدا به آقا ابراهیم گفته برو سر خدا رو بچه تو ولش ببر، کن. آقا نمیتونه. شما خدا رو ولش کن. الان یه مشکل داشتید در مورد قتل که میرید آقا میکشید، جنگ میکنید. سوال اول من از شما میپرسم عقلانی، میری 1 کیلو میوه میخری، میدی خانومت میشوره، یه دونه از میوه ها خرابه، جدا میکنی یا میذاری بمونه؟ الان چه ربطی داره؟ سوال جواب بدید. من میخوام بحث عقلی من یک بکنیم دیگه، نکته رو نمیخوام بگم بحث. جناب باتفا، من یه نکته رو بگم. من کلا از بحث‌های مذهبی به یک دلیل مایل نیستم بحث کنم، چون اولا به نفع من کشورمون مذهبی نیست. بحث اجازه بدید نمیکنم، فقط حالا عقلی میدونم و علمی اوکی بحث میکنم. الانم اگر اینا رو گفتم چون الان دوستانتونم میشنون، نه قصد من تو چند دارن کامنت میدن، قصد من توهین نیست. وقتی که شوربختانه ما رو در یک جایگاهی میذارید که بحث مذهبی را بیفته، اونجا ببخشید ما مجموعه، اگر نه من همیشه فرار میکنم از بحث‌های مذهبی و اتفاقا بچه شیعه رو خیلی دوست دارم، چون اینا هر چقدر هم بگن اسلام حسین، خودتون هم ببرید بالا پایین، اول آخر شما همه کاراتون تو قلک ایرانگرایی است. اصلا اونش مهم بله نیست. شما بالاخره ما رو بله بالاخره بعد از بله. سالها، بعد از دوران 100%. ساسانی حداقل از ببخشید اساسش عذرخواهی از دوران میکنم ما رو آقای رسونید به امید دریای دانش، شمایی که از مدیترانه. اقتدار ایران حرف میزنید، اقتدار ایران اون زمانیه که ما بچه شیعه بلند میشه میره از خاک سوریه دفاع بچه میکنه. شیعه اقتدار دقیقا ایران تو 2200 دقیقا شهیدیه که دقیقا نه به خاطر ایران لعنت گرایی بر بلکه به منکرش. خاطر ایدئولوژی مهم اسلام نیست چی گرایی و میگه، باشه ایدئولوژی بگه، شیعه گراییش بلند میشه میره مهم اونجا برای نیست شما شما اقتدار توی میآفرینه. اونش بعد میای مهم یه دونه نیست. کلیپ آقا یه دقیقه صبر کن منم حرف بزنم، یه دونه دادم کلیپ تاییدت برای خودت میکنم. طراحی میکنی و میگی که آقا نگاه کنید اقتدار ایران رو، اینا دقیقا رفتن برای ایران اقتدار آفریدن. اقتدار اونا دو, برمیگرده به شیعه گرایی و تفکر دو حفاظت تا از بحثه حرم، میره دقیقا اونجا سوریه رو نگه میداره. سوال، شما یه دونه شهید ایرانگرا میتونی به من نشون بدی؟ یه دقیقا خیلی شهید هم نشون داریم. بده که آقا یه همین 2000 شهید تایی نشون که بده کشته عشق شدن توی کوروش داشته باشه. سوریه همشون یه هم به عشق شهید کوروش هم نشون بده، حالا یه پاسخ بدم شهید نشون دیگه. بده حالا یه عشق پاسخ بدم کوروش تو دلش باشه. آقا بگم یه دیگه چیزی اجازه بگو با میدید. منطق جور در بیاد. خب بفهم من بذارید در که خدمت. گفتمان کنیم، دیالوگ کنیم، به منم پروانه نه بدید، لطف کنید دیالوگ، بابا، ما بله کوچیکتون همین دیالوگ. هستیم، اجازه بدید منم حرف بزنم. خیلی اولا سپاسگزارم ازتون که اومدید بالا دارید صحبت میکنید، همینش خیلی قشنگه، همین که داریم با همدیگه خیلی راحت حرف میزنیم. ببین عزیزم، یک مبحث ادعا هست، یه چیزی اون چیزیه که اتفاق میفته. دو تا بحث اگه میخواید واقعا بحث، حالا به قول شما عقلانی، به نظر من خردمندانه. مثلا من تو خونم، بذارید حالا یه خورده جو و چیز کنیم، یه خورده آرومتر کنیم. من تو خونمون خیلی زمانا مثلا یه مردی، حالا خودم هم این کارو کردم، خیلی میگم آی من همه کاره خونم، مرد خونم، من دستور میدم،
همین لحظه که دارم اینو میگم توی دستکش هم دستم کنم دارم ظرفا رو میشورم، ولی ادعام اینه که من همه کاره خونم، من رئیس خونم، من میگم خانومم چیکار کنه، ولی ظرفا رو دارم عملا میشورم. این حکایت شما عزیزان شیعه است. شما بگید امام حسین، بگید اسلام، بگید حضرت زینب، اینا که حرفه. اون چیزی که عمل افتاده امنیت ایرانه، تمامیت ارضی ایرانه و مرزهای کوروش بزرگه که داره گسترش پیدا میکنه. حالا شما اصلا بگید گور پدر کوروش، نهایتا از این بالاتر که نداریم دیگه. شما که توهین نکردید، ولی اصلا توهین کنید مهم نیست. مهم اینه که شما یه بچه شیعه امروز ببین، من یک روزی فریدون فرخزاد یک جمله‌ای گفت، من اون موقع درست نفهمیدم. گفت ما باید چیکار کنیم؟ ما در برابر این جمهوری اسلامی که تو اون ابتدا اومده بودن، خب خیلی گفتمان ضد ایرانی داشتن، عین همون مسلمانان ابتدای حمله که قادسیه رو رد کردن با جنایت و اینا، این جمهوری اسلامی اومد بالا. فریدون فرخزاد اون موقع این حرفو میزنه، 4 سال بعد از انقلاب میاد در خارج میگه ما با فرهنگ ایران باید در برابر تمامی دشمن بایستیم. و این فرهنگ اسکندر گجستک رو خورد کرد، مغول رو خورد کرد، عربای مسلمون رو خورد کرد که اومدن اینجا اصلا شیعهشون کردیم، بیچارهشون کردیم، داغونشون کردیم، یه فتنه‌ای به قول پروفسور اسمیت انداختیم توی اسلام که تا همین الان اونا حج برگزار میکنن، ما میایم اربعین رو برگزار میکنیم، پدرشون رو در میاریم. اربعین ما با شکوتر از حج اونا شده، خود اساس اون سنت پیامبر. بعد امروز هم من میبینم فریدون فرخزاد چقدر حرف درسته. فرهنگ ایران انقدر قوی بود، همین امروز هم همین آدمایی که همین حکومت رو کاملا ایرانیش کرده. حالا اینکه شما میگید آقا مگه شما اجازه دادید جریان ایرانگرا تو این 40 سال پا بگیره؟ یه حزب پانیرانیست بود، انقدر محدودیت شما به خرج دادید. آقا من تا زمانی که تو ایران بودم مشکلی با اسرائیل نداشتم. خود امید دانا رو دارم میگم واقعا فکر نمی‌کنم اسرائیل انقدر خطرناکه، چون انقدر خزعبلات مذهبی میومدید به خورد مردم میدادید با اون صدا سیما تو. آقا بیشترین ضربه رو به تمام موازین اسرائیل در جبهه‌های خارج از بچه حزب الله، خب بچه حزب اللهی که یک روایت مذهبی داره علیه اسرائیل که اصلا ببخشید ذوب در ولایته، اون اصلا دیگه نیاز نیست توجیه بشه. بیرون از این نیروهای حزب اللهی من موفق ترین فردی بودم که مردم رو نسبت به اسرائیل خطرشون رو چیز کردم، آگاه کردم و اینو تو اروپا فهمیدم، نه در ایران. من تا زمانی که تو ایران بودم اتفاقا شما با همین گفتمان بسیار سطرونتون، این گفتمان سطرونه به نظر من، چون ما همه تو یک جبهه هستیم. حالا شما فکر میکنید که این خدای شما این عقده رو داره من قبولش کنم یا نه، اسم مثلا اون تعاریفی که دارید قبول کنم، اون یه بحث دیگه. من مثلا کوروشم، اهورامزدای ایرانی، زرتشت ایرانی نیازی نداره کسی قبولش کنه، برای همینم با کسی بحث نمیکنم قبولش کنه. ولی خب حتما این امام حسین و اینا یه ضعفایی دارن که اینقدر دوستان حزب الله اصرار دارن همه قبولشون کنن دیگه. نمیدونم، من خبر ندارم، ولی حتما این گونه است. اما مسئله‌ای که وجود داره، شما مردم رو سوق دارید سمت اسرائیل. من بازی ایران و مراکش که رفتم سن پترزبورگ پشتم لرزید، شیر و خورشید دستم بود، همه پرچم جمهوری اسلامی. آقا هر کی میرسی شیر و خورشید منو ماچ میکرد، فوش خارمادر میداد به سپاه و میگه درود بر اسرائیل، چون من شیر و خورشید داشتم. بعد پرچم جمهوری اسلامی دستش بود، به خدا به جان مادرم پرچم جمهوری اسلامی دستش بود. بعد دیدم که مردم شما یه کاری کردید اینا همه رفتن اسرائیلی شدن. اتفاقا مردم قشر خیلی بالایی هم نبودن، متوسط رو به پایینم، نمیدونم چه جوری پول جمع کرده بودن این تعداد اومده بودن سن پترزبورگ. شما برید توی مترو این حرفا رو بزنید، برید تو تاکسی این حرفایی که دارید به من میزنید بزنید، شوربختانه مردم دفاع میکنن از اسرائیل. و این به خاطر همین نوع دید اشتباهیه که دارید و نتونستید خطر اسرائیل رو از نظر امنیتی بگید. هی اومدید ایدئولوژی اسلامی، بابا مردم ما تره خورد نمیکنن برای اسلام. این یه حقیقت. چرا خورد میکنن؟ 10 میلیونی شما هستید، نمیگم نیستید، ولی اساس مردم ما نه، تره خورد نمیکنن. ولی خب به هر حال اتفاقا شما اینجوری باشید، من مشکلی ندارم. مشکلی نیست از نظر من، همه تو یه جبهه ایم. الان حالا من دارم بزنم. بله بله بفرمایید. عرضم به خدمتتون که ما با امریکا در زمان آقای ظریف که مذاکرات داشتیم، ما مذاکراتمون در چه سطحی بود؟ شما این رو میدونید در چه سطحی ما مذاکرات داشتیم؟ در سطح همین تسلیم هسته‌ای دیگه. خب هسته‌ای برای ما ایدئولوژی یا استراتژی؟ شوربختانه از بستگی رو از چه زاویه نگاه کنی. یه عده استراتژیک میبینم، من شخصا ایدئولوژیک هم میبینم حتی.
من میگم باید ایران از ما نظر باید ایدئولوژیک هم بمب هسته‌ای داشته باشه. چرا ما باید در سطح ایدئولوژیک با کشوری بشینیم و مناظره بکنیم که فقط میخواد در سطح استراتژی به ما پوان بده؟ یعنی بگه که نه، نفتت رو آمریکا میخرم. مشکلش با ما استراتژیک نیست، ایدئولوژیکه. آمریکا با ما ایدئولوژیکه، همون برای بحث همین 300 رو ایدئولوژی ما میسازه، برمیگردیم دقیقا برای همون همین بحث 300 رو مکتب، میسازه. ما همونو برمیگردیم به اون بحث مکتب، همون بحث ایدئولوژیک که شما میگید که آقا آمریکا با ما مشکلش ایدئولوژیکه. خب 100% ما زمان اصلا. سوال من یه سوال از شما میپرسم، ما زمان محمد رضا شاه بیشتر به سمت کوروش و ایرانگرایی بودیم یا زمان مقام معظم رهبری؟ اتفاقا در همین حکومت خیلی جالبه بگم، حداد عادل مثلا من تحقیق کردم بیشتر از رضا شاه زحمت کشید برای زبان پارسی و بیشتر قتال کرد علیه زبان عربی، یعنی چنان اینو برخوردی جواب کرده داره. ندادید، این سوالا رو جواب بدید ما به این نتایجی میرسیم. هر دوش، حالا در زمان یعنی محمد محمد رضا شاه رضا ظاهرا یعنی بیشتر محمد بود، رضا ولی ما شاه در زمان خود آقای خامنه ای هم خیلی اتفاقا در این اواخر شما می‌بینی آقای ولایتی، آقای حداد عادل، خود آقای خب خامنه بله ای شما درست میکنم، شما درست. خیلی اتفاقا کاپیتولیاسیون رو هخامنشیان شما اینا رو خوندی خیلی قبول آقای دارن. دانلمان؟ شما کاپیتولیاسیون رو خوندی؟ من خوندم و زمان رضا شاه جمع شد، چون باید بدونی نه. کاپیتولیاسیون کار قاجار بود و رضا شاه اصلا سندش هست، برنامه به ساختن. چه عنوان به برنامه چه عنوان ساختن. باید زبان محمد رضا شاه این بررسی میشد دوباره و این سندی که ضد ایرانی بود، نه ضد اسلام، ضد ایرانی بود. شما پراکنده میگی بحث محمد رضا میکنید. شاه شما ببین از جان، شیعه پرید، آخه شما پراکنده بحث میکنید، بله از شیعه شما میگی پریدید، ایرانی. از اگر شیعه پریدید اونها بالا. با اولا من مدافع 100% شاه نیستم و در زمان شاه هم حالا من کاپیتالیسم یه ذره وجود من سوال نداشت. پرسیدم که به مسئله برسن. اگر شما میگی اونها با ایدئولوژی اسلام و شیعه مشکل دارن و اتفاقا این شیعه پوسته یا نمیدونم پوست سخت یه افزار پوست ایرانیه. نازکه، یه آره پوست پوست نازک، نازک، پوست و بله من دقیقا. بگم اینو، پوست نازک نمیدونم اون ایرانیه. سوال، اینها با این پوست نازک زمان محمد رضا شاه مشکلی نداشتن چرا؟ آفرین، چرا داشتن دیگه؟ بچه برای چی شاهو چرا برداشتن نشست چرا گواهی؟ پس داشتن؟ خمینی رو کی چجوری برداشته؟ آوردن؟ اصلا خمینی رو چجوری اتفاقا ببین آوردن؟ اصلا همین چیزی که شما شما فکر دارید میکنید میگید با 4 کاملا تا به این مرزبر نتیجه شاه شاه رسیدید رفت؟ دیگه. نه، تو رو خدا نمیدونه شما فکر من میکنید با 4 تا مشخص مرزبر کردم شاه برای شاه شما، رفت؟ شما آقای امیدوارم شاه ببین دیگه بردن مگه دیگه، اینکه با مشکل داشتن با مغلطه و با ایرانی‌ها. سفسطه بخوای جواب منو بدی. نه، من میگم با شاه شاه که مشکل بحث داشتن دیگه. ایرانگری و نمیدونم ایران شهریگری خب و این بردنش دیگه. آقای جواد طباطبایی که الان کتاب ایران شهری رو مینویسه زمان درود به آقای شرفش. بله زمان آقای محمد رضا شاه که ما اصلا ایرانی گرایی بودیم، یعنی میاد خب جشن بردنش 2500 دیگه. ساله خب دیدی که کوروش رو میگیره. انقلاب 57 رو دقیقاً رقم این زدن دیگه. آدمی که شور... شما شورش 57 اثر چی بود؟ شاهو استایلین بردن وقتی دیگه. میاد خیانت استایلین وقتی میاد استایلین وقتی میاد توی کشور ما با هم مذاکره میکنن، با سه تا کشور با هم دیگه مذاکره اینو که میکنن، خودم انداختم تو دهن همه. اصلا محمد رضا شاه میفهمه که اینا اومدن تو خب ببین تهران اینو که خودم کشور دست انداختم تو دهن همه، امریکاست. قربونت حتی برم. تو این بحث حرفا که خودم گفتم به کاپیتولیاسیون من دارید میگید، اینو دارید به من، منو اینو که خودم نمیدونم. انداختم تو دهن همه، خب که اصلا خیلی‌ها نه، خود بچه بابا، حزب اللهیا نمیدونن این سه تا خب اومدن تو ایران شما نشستشن، الان خودم برنامه ساختم گفتم. چیزی که چه شما ربطی الان دارید، داره؟ خب سوال بعدی منو جواب بدید. زمان همین محمد الان رضا میخواد باشه شاه زمان آقای من خامنه ای، حالا بذار بهت بگم زمان خامنه ای، حالا برجام زمان که یک ننگیه، ببخشید به قول خود رایفی پورتون که یه ننگیه که از ترکمنچای بدتره. بخوای اینجوری بحث کنیم بس غلطه. زمان آقای خامنه ای که جاسوس سورس اومده با خانم ابتکار توی تهران دیدار کرده و صدها مرده. ببخشید 180 تا، اینو من نمیگم، خبرگزاری تصنیم میگه، اتفاقا دمشون هم گرم، بچهای حزب اللهی درستی هم هستن، خیلی هم آدمای عاقلی هستن. 180 تا از این زیردستیای آقای عیسی کلانتری زیر بنیاد راکفلر آموزش دیدن، دارن تمام کشاورزی ما دستشونه. تمام این فرآوردهای تراریخته و فرو ریخته و همه این مسائل رو که ببخشید الان دارن خیانت میکنن اون بنیاد، اینا دست ببخشید دو دست، یکی بهاییای مؤسسه داخل، یکی ایری، ببخشید صهیونیستان. اینجوری بخوایم بحث کنیم، زمان آقای خامنه ای این مؤسسه ایری چجوری اومد از ژنوم گیاهی گلستان و گیلان ما همه رو نمونه برداری کردن بردن اندونزی زیر نظر بردن راکفلر. یعنی امنیت غذایی ما زمان آقای خامنه ای چی شد؟ به خطر افتاد. تمام اطلاعات ژنوم، من به این حرفایی که دارم میزنم اعتقاد ندارم ولی دارم اونجوری میگم که شما اونجوری بحث میکنید،
ببخشید اینجوری هم نه میتونیم نه، هزار تا حالا فکت شما اینجوری بیاریم. قبل این نوع زیاد بحث صحبت کردن کردید، نذاشتید غلطه. بعد من صحبت. آخه بله. این نوع شما بحث کردنی که نذاشتید آقا بعد من زمان شاه صحبت این شد. نه، بکنم. شاه چیکار میکرد؟ ببخشید شاه زمانی که اولا اینو خودم من فقط الان شنونده هم دیگه. سوال بعدی خب می‌خواستم بپرسم. میخوام من شما سوالای خیلی بفهم. ریز و کوچیک سوال من نپرسید، می‌پرسم شما زیاد. نظرتون رو بگید، شما نظر خودتون رو بگید، چرا از من سوال میکنید؟ من کی زمان هستم سوال کنم؟ زمان رضا شاه یا زمان قاجار پاسارگاد چراگاه بود. چه اتفاقی میفته که زمان محمد رضایی که ارتباط خیلی خوبی با صهیونیستا داره یه دفعه کوروش بولد میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ ببخشید اون موقع آرامگاه فردوسی یا خیلی جاها مثلا به این شکل، حتی خود حرم رضا مثلا مگه به این شکل بوده؟ الان مثلا مشهد رو الان اومدن اینجوری ساختن، یا مثلا اصلا در قم مگه همه چی به این شکل بوده؟ تمام اتفاقا امامزاده های شیعه مگه به این شکل بوده که بولد بشه؟ چی میشه که یه دفعه همین امامزاده های نام در همون زمان رضا شاه که شما رضا ما شاه نه الان البته بیشتر محمد رضا شاه، در زمان 1200 محمد ساله رضا که شاه. حرکت اربعین داریم. حالا 1200 ساله. خب خیلی ما خوبه، دمتون گرم. شما چرا الان میگید ما تازه الان این کار رو انجام میدیم؟ اون به حرم این هایی شکل که الان بوده، وجود به این داره. شکل بوده، بله. بین الحرمین به چه همین ربطی شکل به خوشگل چراگاه که بوده. نبوده که؟ چراگاه بوده. میگم قبلا چراگاه گوسفندا میرفتن عزیزم اونجا میخوابیدن. آرامگاه، ببخشید شوربختانه همین الان هم به لطف جمهوری اسلامی اونجا رو یه خورده چیز کردید. یعنی من اون موقع که میرفتم هنوزم یک بخشایشو خب خیلی از قبل کی اون از بخش خود کوروش خوشمذهبی کجا ما چراگاه میمیره؟ کردن. خود کوروش کجا فوت میشه؟ جانم میگم خود ببخشید نشد. کوروش کجا توی خب جنگ بذارید خود پاسخ کوروش بهتون کجا؟ بدم. ببین اگه شما خیلی بحثتون در اولا من در این مورد 10 ها بار پاسخ دادم. خب نمیدونم شما دیدید، حتما ندیدید. 10 ها بار این بحثای سطحی رو پاسخ دادم در مورد شاهنشاه کوروش و بازم پاسخ خواهم داد. منتها اگر بخوایم در مورد کوروش صحبت کنیم، من در مورد جنایت های حضرت علی و امام حسین هم دوست دارم صحبت کنم و دوست ندارم که الان من در مورد اون میخواستم بگم دوست ندارم صحبت کنم، ولی اگر قراره ببخشید در مورد ماهیت کوروش، یعنی ما بخوایم ساحت ورجاوند و سپند شاهنشاه کوروش بزرگ ما اینجا بخوایم خدشه‌دار کنیم، ببخشید ما ساعت 4 تا عرب پابرهنه ای که 1400 سال پیش سر دختربازی با یزیدم درگیر شدن، اونا رو ما میتونیم وسط بکشیم. اما در مورد پرسشتون در مورد کوروش من دوست دارم پاسخ بدم. ببینید زمانی که اسلام خونریز به کشور ما حمله میکنه، خیلی از میادین ما مثل آتشکده آذرگشسپ در تکا و خیلی جای دیگر رو میخواسته خراب کنه، موبدان ما و مردم برمیگشتن. ایرانیان، یعنی میگم موبدان یعنی ایرانیان، حالا اگه شما با ایرانی جماعت مشکل ندارید ببخشید اگه بهتون برمیخوره میگم ایرانیا در برابر اسلام عرب، اگه شما به عربای اسم مسلمون خیلی تعصب دارید بازم معذرت میخوام، برمیگردن میگن آقا جان چرا میخواید این آرامگاه رو خراب کنید؟ شما مگه سلیمان رو قبول ندارید؟ خب اینا که افسانه های اکدیه که بعد تو یهودیت اومده. مثلا همیشه میگن 124,000 پیامبر، ما اصلا 124,000 تا نام داریم تو دنیا که 124,000 پیامبر ده. کل تورات رو بگردید 99 تا پیامبره، تو قرآن هم کلا بگردی به 30 تا نمیرسن. خب ما اینا رو خوندیم، آگاه هستیم تو این زمینه. برمیگردن ایرانی‌ها میگن نه اینو خراب نکن، این مال حضرت سلیمانتونه. مثلا این آرامگاه کوروش مادر سلیمانه، تخت سلیمان اگه شنیده باشی تکابه. میان آتشکده آذرگشسپ رو خراب کنن، بخشی از معبد آناهیتا رو میخوان خراب کنن، میگن اینجا رو خراب نکنید، اینجا تخت سلیمانه. ببینید ما همه چی رو به سلیمان و یونس و به این داستانهای خیالی وصل میکردیم تا مسلمانان، چون اینا ناماشون توی قرآن اومده بود، اینجا رو خراب نکنن. بدین وسیله نام شاهنشاه کوروش شوربختانه فراموش میشه. خیلی از کتیبه هامون هم از بین میبرن. یعنی یعنی وقتی میان تخت جمشید که نامش تخت جمشید نیست، نامش پارسه است. وقتی که میان اونجا رو از بین ببرن، ایرانیا با 1000 تا دوز و کلک میگن بابا اینم حتی اسلامیه، از بین نبرید، با روش‌های خودشون. و خب کتیبه شاهنشاه داریوش مون، اگه نبود که الان شما آریایی بودن، ایرانی بودن ما رو منکر میشدید، ایرانی بودن خودتون هم منکر میشدید. خدا رو هزار مرتبه شکر که کتیبه ها وجود داره مال داریوش که تو بیستون نوشته من ایرانی هستم، آریایی هستم، اینم آبا اجدادم و اینا. در مورد شاهنشاه کوروش مسائل از بین بردن، خراب کردن، ولی همین آرامگاه کوروش حفظ شد و خوشبختانه در طول تاریخ در 300 سال پیش اولا که این مسئله رضا شاه نیست، 200 سال قبل از رضا شاه شاهنشاه کوروش دوباره شناخته شد. خب این در موردش ویلدوران نوشته، هرودوت نوشته، گزنفون که ببخشید گزنفون که مال 200 سال بعد از کوروشه اونم نوشته. این در مورد شاهنشاه کوروش. اما خوشبختانه
در مورد امام حسین شما همه اسناد هست، توش هم هیچ شکی نیست، شبهه‌ای نیست. 900 میلیون مسلمون هم قبول دارن. حالا شما 100 میلیون، یعنی 9/10 مسلمانان جهان میدونن داستانا چیه، روایت ها هست، همون تاریخ. آخه از اون ور شما میگی تاریخ تبری رو ما قبول نداریم، یه مختار میسازه تمام منابعش تاریخ تبری آخرش. خیلی جالبه. بعد میگیم که آقا جان مثلا ما این صحبت ها رو میکنیم، میگن اینا رو تو از امام حسین ما، حضرت علی ما از کجا میدونیم؟ من دوست ندارم این بحثا پیش کشیده بشه، ولی میگم به ساعت مقدس شاهنشاه کوروش بخواد مثلا اینجوری توهین بشه که منکر بشه، خب ما مجبوریم اینا رو بیام رو کنیم اسناد حقیقی که 9/10 مسلمانان جهان قبول دارن. بعد وقتی ما اینا رو میگیم، میگن تو اینا رو از کجا میدونی؟ اینا نه، اینا جعلیه. ببخشید تو قرآن که نام حسن و حسین و علی نیومده که. چطور شما خوبیای حسن و حسین و علی رو از همون کتابا در میارید؟ تو همون کتابا که نوشتن این جنایت هم کردن منکر میشید؟ چه جوریه؟ چه جوری میخواین بحث اسلام شناسی رو که شما باید پیش متخصص بری و اون اسلام شناسی رو کاملا اگر مشکلاتی دارید توی اون سر کارمون بذاره دیگه، کلا پیش کسی بریم که تفتتو اینا رو بلد باشه سر کارمون بذاره. بالاخره شما تاریخ اسلام شناسی چیه؟ تاریخ اینا من یه سوال دارم. پس اونجوری باشه شما بحث کوروش رو بعد برید پیش متخصص قشنگ اونجا. آره دیگه، من رفتم پیش متخصص سوال پرسیدم، میگن من در حد تخصص نیستم که ما مشکلی نداشته، یعنی میگم ازدواج محارم مشکلی نداشته. به یعنی شما به عنوان یک ایرانی بحث ازدواج با محارم هم میارید. خیلی جالبه. اینو کسی میگه که باورمند به اسلامه که عبدالله زمانی که میمیره 5 سال بعد پیامبر اسلام به دنیا میاد، چون 15 مدل ازدواج ما تو عربا داشتیم که یک زن با 10 تا مرد میخوابید و اصلا پدر خود پیامبرتون مشخص نیست. اینا حقیقته. ولی من پاسخ بدم در مورد ازدواج محارم کوروش رو ثابت بکنید مجبور میکنید خودتون رو یه سری خوزعبلات رو جمع کنید از این کتاب جورج زیدان کتاب تاریخی وجود نداره. هیچ کتاب تاریخی وجود نداره. متاسفانه من فکر می‌کردم شما کاملا منطقی هستید و میتونی برید بخونید و مطالعه کنید. آقا من فقط یه سوال از شما دارم. کوروش خیلی قوی بوده، کوروش خیلی بزرگ بوده. من فقط سوالم این بوده چرا صهیونیسم وقتی میاد رو کار و وقتی میره فلسطین رو اشغال میکنه، چرا زمانی که صهیونیسم شکل میگیره کوروش پرستی هم شکل میگیره؟ در هیچ دوره کوروش پرستی وجود نداره. بعد از 2500 سال کوروش پرستی رو از صهیونیسم ها ما من در زمان صحبت شما حرف نزدم، ولی شما انقدر در زمان صحبت و حرف میزنید که اصلا نمی‌کنم حرفتون رو تایید میکنم. اینو که میگه تایید میکنم. اسرائیل این کارو کرده. شاید براتون خیلی مثلا مشکل بشه. حرفتون درسته، من تایید میکنم حرفتون رو. من میگه هنوز من ایدئولوژی در دنیا پیدا نکردم که 950 بار در کتابش بنویسه افلا تفکرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون. آیا فکر نمی کنید؟ آیا نمی اندیشید؟ آیا خرد رو به قول شما به کار نمیبرید؟ سوال ما اینه کدوم ایدئولوژی رو شما میشناسید مقابل تفکر اسلام که بیاد و 950 بار در کتابش بگه سر این مسئله فکر کنید، توی این بحث فکر بکنید، یعنی بحث کاملا علمیه. شما اگر قرآن رو مشکل دارید تک و آیات رو من میتونم برای شما واکاوی کنم، اون مبحثش جداست. هر آیه ای رو شما به من بگی من برای شما آیه 50 آیه 37 که پیامبر عاشق زن پسر خونده‌اش میشه زید بن حارثه. آیه 37 هر آیه ای رو شما به بنده بگی من توی یک جلسه کامل توی یک جلسه کامل شما نمیتونید. شما اگر برید بحث باستان شناسی رو راه بندازید، برید شخصا باستان شناسی رو انجام بدید، متاسفانه تو باستان شناسی اشتباه میکنید. چرا؟ چون چیزای شناخته شده نیازی به شناسایی نداره که چون چیزای تاریخی رو باید تاریخ شناسش بیاد. بحث اسلام هم باید کسی که بحث اسلام رو میشناسه و کاملا بهش اشراف داره باش بحث بکنه. یک بار حداقل بحث اسلام رو با یک نفر بحث ما سرمون بحث کردیم. بحث تقریبا
بعد ما اصلا کاری به این قضايا نداریم. من حالا من سوال از شما پاسختون رو پرسیدم، بدم، شما سوالتون داد می‌کنی درست میری بود. سمت پیامبر. من میگم زمان کوروش میگه شما یک رفتی سمت تمام کوروش. ادیان الان. خب من الان در مورد کوروش حرف بزنیم، چرا ما میریم در مورد پیامبر؟ نه آقا دیگه، منم چرا اصلا در مورد کوروش که آقا مشخص ثابت منم شده است، اصلا اتفاقا ما بهتون در آقا مورد جنایت‌های کوروش رو پیامبرتون ثابت صحبت میکنی، کنیم. کوروش رو ثابت میکنه میایم جلو. شما میگی در مورد پیامبرتون، من میخوام کوروش هم برای منه هم برای شماست، شما ثابت کن. ولی پیامبر برای منه، فقط اون برای منه، من خودم میرم تحقیق میکنم. اما کوروش هم برای منه، چون شما میگی ایرانی ام، حالا شاید قبول نداشته باش. من سوالم اینه چرا زمان کوروش ازدواج محارم با محارم شکل میگرفت؟ خواهر برادر چرا با هم ازدواج میکردن؟ پاسخ بدم. شما چند تا مسئله مطرح کردید، یکی که اسرائیل اومد بحث کوروش رو پیش کشید، حرفتون درسته، پاسخ منطقی داره. اتفاقا اونم حماقت عزیزان مسلمان شیعه مونه که پاسخ خواهم داد. در مورد ازدواج محارم، ببینید علم میگه که اگه شما ازدواج محارم داشته باشید، ببین شما تو جنگ‌های ایران باستان اولا در مورد هم علم هم در مورد نیروهای نظامی ایران افراد سالمی بودن که در جنگ‌ها می‌جنگیدن، نتونسته بودن نصف دنیا تا مصر برن. اینی که دیگه منکر نیستید، خود امیدوارم که ما برای یک امپراتوری بزرگی در زمان شاهنشاه کوروش داشتیم و دنیا رو تونسته بودیم در بخشای گسترده تا آفریقا، با این ور جنگ چین که اینا همه بریم. جا رو بریم اصلا بجنگیم مهم و نیست. بگیریم. حالا قربون پیامبرتون برم که اگر 10 سال مثلا آخر عمر عمرش بیاد ایران نجنگید. حالا بجنگه بذار خیلی پاسخ بدم مهمه، دیگه. ولی کوروش الان اگه شما بحث بجنگه محارم رو پیش کشیدی، نه بحث جنگ دیگه. خب اجازه بدید پاسخ. چرا؟ الان بحث جنگ رو می‌خوایم مطرح کنیم یا بحث محارم رو نه پاسخ بدم؟ همون موارد ما اوکی. بهتر. حالا آخه خیلی جالب شما میگید جنگ، که خب قربونتون برم، حالا پیامبر خودتون 10 سال آخر نه که کم احد و فلان و بدر و ببخشید از این جنایت‌ها، شروع حالا ولش کننده کن. هیچ جنگی آره نبوده. همش هم بود اتفاقا. پاسخ سوریال نخله شروع رو که کننده قشنگ هیچ پیامبر جنگی، اسلام هیچ شد. سندی نداری به من رو کنی. غزوه سوریال پیامبر نخله. شروع حالا بذارید کننده پاسخ یه سند دونه که هم عزیز جنگ. مای سرم دارم. از ابن هشام یه بگیرید دونه تا ابن برام بگو. خلدون. ابن هشام، ابن خلدون، قربون برم، تبری، چیزو خب بگم، بله، سندی که بیهقی، پیامبر تا شروع همه کننده جنگ از طبری در بیار به سوریال من بگو. نخله همه اتفاقا 100% روایت ها میگن جنگ سوریال نخله زیر سر محمد بود. حالا کاری ندارم، بذارید یه در مورد دونهشو به محاره من پاسخ بدم. گفتم دیگه بله. سیره ابن هشام، ابن خلدون یه دونه چیه، 10 تا اعلام نه کردن. این کتابا رو که حالا شما داری میگی من با کتابش چیکار دارم؟ شما میخواد سند برنامه اون میسازم بخشی نشون رو میدم، که سندش هم اعلان نشون میدم جنگ. دیگه. الان که شماره سفر رو که ندارم قربونت برم، اگه خواستی یه برنامه میسازم چشم، در مورد جنایت های محمد بیشتر خواهیم گفت. اما بذارید اجازه بدید در مورد محارم بگم. ما یک ایرانیایی داشتیم که از لحاظ هوشی و نظامی، حداقل به قول شما با جنگ، نمیشه کینه شما دارید از ایرانیت، با جنگ تونستن همه. خب این آدمی که جنگجوه باید بدن سالمی داشته باشه دیگه، غیر از اینه باید عقل سالمی داشته باشه که بتونه هم واسه اونم جنگای گذشته که 50% تدافع با سپر، 50% با شمشیر جنگه. ما اگر ازدواج با محارم داشتیم که دروغ تاریخی دشمنان ایرانه و من واقعا متاسفم که از زبان یک هموطن در میاد که انقدر ذوب در بیگانه پرستی و حجاز پرستی شده که علیه کشورمون اینو مطرح میکنه. ما بایستی افراد منگولی همچون خیلی از اینایی که امروز باورمند به اسلام هستن داشته باشیم. نه شما را، من شیعه ها رو باورمند به اسلام نمیدونم، این توهین نشه به عزیزان شیعه. من چون شیعه ها هیچ کدوم همه آدمای درستی هستن، منظورم اتفاقا همون داعشی ها خیلی ما عقب افتاده تو این چه، ولی ما همه آدما سالم بوده. یعنی اصلا ازدواج ما محارم چیز قاعده ای نبوده. اما این که به صورت استثناء همین الان شما برید زندان اوین، من اینو نمیگم، برید در دوستان وزارت اطلاعات بپرسید، چون من 4 سالی تو اون زندان بودم، ببینید چند تا بچه شیعه با مادرشون خوابیدن. این که میگم مادر من شیعه است، توهین نشه به هیچ کس و قاعده نیست، اینو ما درست نیست بگیم کل شیعیان این کارو میکنن. همین الانم به صورت استثناء ما ازدواج با محارم که چه اصلا سکس با محارم داریم، در زندان اوین زندانی هستن. یه مورد نه 10 مورد. من مادرم شیعه است، مادر من و خانواده من اتفاقا محجبه هستن، مادر من چادریه و این واقعا حرف ناسوابیه که ما برگردیم بگیم که آقا شیعیان همخوابگی میکنن با خانواده، به خاطری که الان 10 مورد تو زندان اوین داریم. در ایران باستان ما چنین چیزی رو به صورت قاعده نداشتیم به هیچ عنوان. اگه به صورت موردی بوده 100% بوده، همین الان هم هست. نه در ایران، در تمام کره زمین. اصلا یه عده اصلا میگن این آقا ما بیایم علمی چیز کنیم که ازدواج با محارم وجود داشته باشه در همه دنیا و این هست، ولی به صورت قاعده حتی در اروپا هم همچین چیزی الان نیست. ولی شما بیا در اروپا نگاه کنید، خیلی هم این کارو میکنن.
این پاسخ روشن من. بفرمایید. حالا اگه چیز دیگه ای مطرح میخواید بکنید پاسخ بدم. پاسخ کاملا تاریکه ولی اشکالی نداره. نه پاسخ چیزی که کاملا روشنه. قربونت برم. از نور این اتاق هم روشن‌تره. از اینم روشن‌تر بود پاسخم. شما الان اولا که اوین بودی، بعد یه نفر نقل قول کرده من با مادرم بودم، بعد اونجا زندانی شدم، بعد بهت گفته چون شیعه بودم، چون شیعه بودم. نقل قول اتمام وزارت اطلاعات به من کرد. میدونی چی بود؟ من میخوام بحث علمی کنیم با هم دیگه. ما بازجوامون میدونی چی بود؟ بازجوامون میدونی چی بود؟ بازجوامون میگفتن اتفاقا خیلی‌ها با بازجوامون ما رفیق میشدیم، خیلی چیزا رو برامون میگفتن. اتفاقا نقل قول از خیلی از بازجوهای وزارت اطلاعات. یعنی من استناد کنم به گفته‌های شما. نه استناد کنید به حرفای غربی‌ها و چه میدونم دشمنان وجودی ایران که نیاکانمون ببخشید همخوابه بودن. بزنید به تخته، پس بزنید به تخته. من و شما کلامونو بزنیم بالا. پس همه ماها حاصل نیاکانی هستیم که با خواهر برادر خوابیدن. پس هممون حرومزاده‌ایم. اون یهودی بوده، کوروش یهودی بوده. بله یهودی‌ها هنوزم این کارو انجام میدن، صهیونیست‌ها هنوزم این کارو انجام میدن. ببینید این دیگه توهینه. ببینید من نه تنها به یهودی صهیونیسم هنوز شما میگن نه یهودی‌ها این کارو نمی‌کنن، یهودی صهیونیسم هنوز همین کارو انجام میدن با محارم خودشون. الان خانواده‌های ایلومیناتی و فراماسونرها الان دقیقاً همین کارو انجام میدن. این توهمات ببخشید نه توهمات یعنی از روی دشمنی و کینه شما با صهیونیسم میاد. من دشمن صهیونیسمم، برنامه‌هام حداقل اینو شهادت میده. نه همچین چیزی به صورت قاعده نه در صهیونیسم‌ها، نه در یهودی‌ها، نه در مسیحی‌ها، نه در شیعه‌ها، نه همچین چیزی به صورت قاعده وجود نداشته و نداره. اگر هست به صورت استثناست. من کلی دارم در مورد تمام مردم کره زمین میگم. اما در عربستان بوده، استثنای عربستان، چون 15 مدل ازدواج داشتن و اینو جورجی زیدان که مال الجزایره. اتفاقا کتابش در جمهوری اسلامی هم قانونی چاپ شده. این که من سند میارم کتاب جورجی زیدان از الجزایر به نام اسلام شناسی، جلد سبز رنگی داره، احتمالاً دیده باشی. جلد آبی رنگی داشت، نزدیک 700 صفحه است. اونجا 15 مدل ازدواج عرب ها رو در زمان قبل از پیامبر اسلام به تصویر میکشه و تقریبا ثابت میکنه که تمام هم پیامبر همه اینا پدر مادراشون مشخص نیست. ولی بجز استثنای صدر اسلام تو اون حجاز در تمام دنیا چنین چیزی مرسوم و قاعده نبوده. ولی در قوم قریش و قوم پیامبر اسلام همه اینا به صورت قاعده بوده و من مشخصا 100% میتونم بگم که عبدالله پدر محمد نیست و 100% میتونم بگم که اصلا پدر محمد معلوم نیست کیه، اصلا معلوم نیست آمنه با کی ببخشید خوابیده به دنیا. اسلام رو من مدافع اسلام نیستم. بحث اسلام رو شما هر چقدر بیشتر باز بکنید اتفاقا از طرفداران ایرانیتون شاید اون کسانی که اسلامی هستن نه مشکل ما چون ما برامون مسلمانای شیعه مهمه، ما برامون ایرانی شیعه مهمه که به ظاهر مسلمانن. من حقیقت رو میگیم که حالا هر که قبول نمیکنه نکنه، ما رو بفرسته اون دنیا، اگه خداشون وجود داشت ما رو ببره جهنم دیگه چیکارش کنیم. حقایق تاریخی نمیشه نگفت. بحث این چیزا نیست. حالا شما تاریخ رو از یک منظری نگاه میکنی میخونی و من خب خلاصه تاریخی که ازش گفته میگم کتابش چاپ شده تو ایران به صورت قانونی، عقده که ندارم میگم کتابی که زیر نظر وزارت ارشاد در جمهوری اسلامی چاپ شده داره میگه. شما هرودوت رو در موردش حرف زدی. هرودوت 80 سال بعد از وجود آقای کوروش که شما حالا کوروش رو به کار میبرید، 80 سال بعد از کوروش، 80 سال 2500 سال پیش، یعنی یه نسل، یعنی آره یعنی نه وجود. بله من حالا میخوام بگم در مورد تاریخ بگم، من نمیخوام اونا رو بگم. میگم تاریخ یعنی واقعا کربلا مال که اولین نوشته‌های سند تاریخی به جز قرآن، کربلا که ببخشید عاشورا که تو قرآن نیومده، اولین اسناد در مورد عاشورا مال کیه؟ مال ابن اسیره که اونم 200 سال بعد از اسلامه. اگه کوروش ما 80 سال فاصله داره که امام حسین شما قربونت برم 200 سال فاصله داره. تو قرآن که نیومده عاشورا. من نمیدونم چرا دوست داری که مثلا از بعد تاریخی دقیقاً به خاطر که من حرفه‌ایم. میدونی چرا؟ چون من از 13 سالگی داشتم سر کله میزدم با شماها، میدونم چی کار میخوای بکنی. من از 17 سالگی دارم سر کله میزنم. اصلا از بعد تاریخی شما باید از امام حسین بگذری. اصلا تاریخ چیه؟ تاریخ واسه کنار.
از بعد تاریخ از کوروش هم بگذر. سوال بریم من تو اینجاست، توهم. بریم تو توهم. الان ایدئولوژی امام حسین کجاست؟ کوروش کجاست؟ سوال خیلی جالب. کوروش الان سوال این شکلی میشه. الان به ظاهر شما مسلمونید، ولی در باطن شما هر چقدر فوش بدی به کوروش، شما دارید بر همون کار کوروش رو میکنید، ما رو تا دریای مدیترانه میرسونید. نه الان به ظاهر کجاست؟ حالا یه پرسش دارم. اولین نوشته در مورد حادثه کربلا مال چه سالیه؟ من بحث تاریخی نمی‌کنم اصلا من بحث تاریخی فاصله داره. نه تاریخی کردی، گفتی هرودوت 80 سال با کوروش فاصله داره. حالا من پرسش می‌کنم. من می‌خواستم ببین، شما متاسفانه اگه لایو تو سیو کردی ببین، متاسفانه و به قول شما شوربختانه نذاشتی من صحبت بکنم، چون زمانی که من صحبت کردم کمتر از 30 ثانیه قطع می‌شد. ببین من به شما گفتم هرودوت برای 80 سال بعد کوروشه، یعنی 2500 سال. کربلاتونم 200 سال ابن اصیر 200 سال بعد دوباره نذاشتی صحبت بکنم، یعنی داخلش یه دیگه آخه اون میگه اینم میاد دیگه. من به شما اجازه میدم حرف بزنید، در حالی که من اگه نخوام اجازه بدم حرف بزنید انقدر میتونم حرف فقط قطع بکنید. یعنی حتی میتونم اینجوری شما اونو گفتی پرانتز باز کن. شما بفرمایید، پوزش میکنم، بفرمایید. گفتم زمان 2500 سالی که 80 سال بخواد فاصله داشته باشه، نه موبایلی بوده، نه چیزی بوده، نه اسنادی بوده. خب این بعد از 2500 سال تا 80 سال، آره بعد 80 سال میخواد بحث تاریخی بکنه، من به تاریخ مشکل دارم. اگر امام حسینم اگر امام حسینم نمیذارید، اگر امام حسینم بر اساس اسناد تاریخی، یعنی تاریخ نگارها برای امام حسین بنویسن، من من باب اسناد تاریخی به سمت امام حسین نمیرم. من اصلا به عنوان توهم و اینا آیه دفعه به دنیا شما تو خانواده گاو پرستن به دنیا میومدی، همین رو من میگفتی گاو پرستی هم که با اسناد نباید رفت، من با یک جور دیگه میرم. اصلا من به عنوان این نمیرم. من برایند تفکر هر دو گروه رو بررسی میکنم. بله من برایند تفکر هر دو گروه رو بررسی میکنم. امام حسین یک تفکری داره. امام حسین یک شما میدونی امام حسین کیه؟ کی نوشته امام حسینو؟ امام حسین یک سال فاصله داره. قرآن گفته؟ امام حسین قرآن گفته؟ بله قرآن گفته. اگر تفکر امام حسین تضاد با قرآن داشته باشه، من نمیپذیرم تفکر امام حسین رو. تفکر امام حسین با قرآن تضاد نداره. ببین ما یه علمی داریم به نام صحبت می‌کنی انگار باشه چایی هم کوش کجاست امام حسین؟ متوجه شدی نذاشتی من حرف بزنم؟ چرا دارید ما علمی داریم به نام علمی داریم به نام علم کلام. هر کدوم از احادیثی که شما در موردش میخوای حرف بزنی، ما بر اساس علم کلام اون رو با آیات قرآن میسنجیم. اگر طبق آیات قرآن و اگر سند این کاملا برای ما مشخص بشه و اگر سندش کاملا مشخص بشه، اون حدیث رو میپذیریم. شما میری از کتاب اهل تسنن برای ما احادیث جمع میکنی و میگی باید اون کتاب اهل تسنن، شما باید بگی که بعد بری کتاب اهل تسنن رو بهش اعتماد پیدا بکنی و طبق همون بگی آقا امام حسین چه. ما این شکلی اجازه دارم میگیرم. اولا پس ببخشید من 200 ساله، چون ابن اسیرم اهل تسنن بود، پس اصلا امام حسین شما تا شیخ عباس قمی تقریبا 400-500 سال بعد از اسلام کربلا رو نوشته. ببخشید شما چطور کوروش رو به شک میندازی که وجود داشته یا نداشته، به خاطر اینکه هرودوت 80 سال به قول شما فاصله زمانی داشته. اون وقت امام حسین شما که 500 سال فاصله زمانی با اولین شیعه‌ای که شما قبولش دارید شیخ عباس قمی، من باز دم من گرم، چقدر من منصفم، گفتم ابن اسیر 200 سال، میگی اونم قبول نداری. چطور کوروش 80 سال بعد از اون که نویسنده ها نوشتن قبول نداری؟ امام حسینی که بعد از 500 سال شیخ عباس قمی نوشته رو قبول داری؟ بعد میگیم چرا؟ بعد میگی علم کلام و اینا. سفسطه آقای باتفا، شما یک سفسطه‌گرید عزیز دلم، شما دارید سفسطه میکنید، خودتون سر کار گذاشتید. اولا در حادثه کربلا هم حضرت زینب هست، هم حضرت امام سجاد هست. حضرت زینب که نوشتهش کجاست؟ دستخطی داری ازش؟ بله اینها گفته. ما صحیفه سجادیه داریم. متاسفانه شما چند سال بعده؟ صحیفه سجادیه چند سال بعده؟ ما صحیفه سجادیه داریم برای امام سجاده. شما میگی چند سال بعده؟ کدومش وجود نداره. نه عزیزم، نه همه روایتایی که وجود نداره، اینا هیچ تاریخ نیست. اینا رو همه رو 100 سال پیش درست کردن. امام صادق
امام صادق شیعه در که خودش مورد مال 400 سال حادثه پیشه، کل شیعه که مال 400 سال برای پیشه. بیچاره شاه حالا اسماعیل دیگه صفوی شیعه رو درست کرد، کلا قبل از اون که میگه شیعه حالا نداشتیم که. این تحقیقات شیعه شماست دیگه. پرسش کنم، شیعه ما از تا زمان الان چند تا فرقه، امیرالمومنین شیعه از ما زمان چند تا فرقه امیرالمومنین شیعه شیعه داشتیم؟ بود. ببخشید، تو شیعه از کتاب زمان هیئت امیرالمومنین المتقین، شیعه. تو کتاب بله. هیئت المتقین شما تعداد فروغ شیعه رو نوشته. همین شیعه‌ای که 1/1 مسلمانان جهان رو چیز میکنه، تشکیل میده، چند درصده؟ یعنی چند تا، باشه چند اصلا درصد، چند درصد پوزش میخوام، ایران چند تا بوده تا الان شیعه چند تا بوده؟ چند مدل شیعه داریم؟ ما سنی 4 مدل ایران داریم، شهر شیعه چند مدل اصلا داریم؟ ایران شهریگری که نباید بیاد در مورد ادیان حرف بزنه. ما چرا؟ باید در مورد نه دیگه، وقتی ایدئولوژی بحث پیش ایران میاد میخوام بگی، شهریگری باید حرف بزنیم. میخوام به ثابت کنم که من شیعه الان تازه اگر می‌خواستم هست، سوال اگر بعدی شیعه بپرسم، اصلا احترامی می‌خواستم داره، سوالی رو بذارم اگر کنار. اگه شیعه تأثیری داره، تصدق سر ایران شهری است، به خاطری که ایران شهری اصلا باشه شیعه، اصلا حرف نادرستیه این حرف منه. شیعه به مانند یک روکشی، یک پوششی است که ایرانگرایی رو حفظ کنه. دشمنی غرب با همینه. در نهایت بذارید بحث خوب جمعش کنیم. اولا سپاسگزارتونم که اومدید بالا، یه صحبت خوبی داشتیم، در آینده هم دوست داشتید کوچیکتون هستم بحث میکنیم. از دوستانم پوزش میخوام که من یک مقدار مسائل حقیقت رو ببین، چون میدونیم مثلا من مثل کسی هم که میام به طرف میگم که مادر طرف تصادف کرده، میام میگم مادر تصادف کرده مرده، خب ناراحت میشه میزنه زیر گوشم. من الان حق میدم خیلی از عزیزان از دست من ناراحت بشن، چون من تاریخو همونجوری که هست میگم، خب ناراحت میشن میزنن زیر گوشم، تا فوشم هم میدن، ولی مهم نیست، من کوچیک همه هستم. و اینو بگم که بحث من نمیخوام هیچ وقت به این فضاها کشیده بشه و خیلی وقته، تقریبا 3-4 سال هست که به این نتیجه رسیدم که همه تو یک جبهه هستیم. مهم نیست شما چی فکر میکنید، چی میگی، مهم عمل کردی است که دارید انجام میدید و همه اینا تو قلک ایران شهری میره. حالا شما میخواید بگی کوروش وجود نداره، اینا شما سرباز کوروشید. همه این عزیزان شیعه هم چه بخوان چه نخوان سرباز کوروشن. فرهنگ آریایی و ایرانی هم اینقدر قوی است که اسلامو من میگیره شیعه میکنه، تو از درون اسلام 1400 ساله داره فتنه میکنه. آقای فرقه‌های دانو شیعه هم ببینید، تقریبا من الان اصلا 154 مبحثم، فرقه بوده، قربونت برم. من اگه اومدم اصلا مبحثم اینجور چیزا نیست. من میخواستم طبق تحقیقات خودم ببینم شما جزو کدوم دسته از این فرقه هایی که بنده این 4 فرقه‌ای که من الان دولت در جادم. همه این نه چهارتا که در گفتید یکی کشور هم ببینید، نظر من، شما هم با اینا یکی شما هستید، یعنی هممون یکی هستیم. محتوای اقتصادیتون مکتب لیبرالیسمه من تو یا این حوزه سوادی ندارم عزیزم، تو حوزه اقتصادی شما تمام الان اقتصاد خونمون هم خانومم میچرخونه راستش، از نظر اینکه چجوری پولو بذاریم کدوم بانک چی کار کنیم. من در این حوزه اصلا سواد ندارم و نه اصلا در در مورد مورد مسائل کدوم اقتصادی بانک نظر بذاریم، نمیدم. کدوم بانک بذاریم یا نذاریم، نه ببین هر ایدئولوژی، خود میدونم. ایران شهریگری یک ایدئولوژی برای مکتب اقتصادش داره. یعنی وقتی کپیتالیسم میاد لیبرالیسم رو معرفی آفرین، میکنه، اقتصاد بحث ایرانگرایی ایدئولوژیک نیست. ایرانگرایی مدرن، یعنی من اگر شما جزء دسته ایرانگرای مدرن باشی، یعنی کلاسیک نباشی و نئوکلاسیک ها و مدرن باشی، به احتمال زیاد باید طبق همون، نمیدونم آقای جواد طباطبایی رو شما کتاب ایران شهریشو خوندید یا نه؟ نه هنوز دستم نرسیده بخونم. خب من حالا اگر خوندید به من بگید آیا با تفکرات آقای جواد طباطبایی توی اون بحث این من بهشون که ارادت دارم. ایران ایرانی شهری لیبرالیسم رو نه شما ببخشید یه بحثی رویشون بگم، ببینید معتقد؟ نه توی زمینه، ببینید یه بحثی رو بگم. ما زرتشت، یعنی زرتشت ما، شما بالاخره اگه خودتون ایرانی میدونی زرتشت شما محسوب میشه. حالا اگه نمیدونید، حتی اگرم نمیدونید مهم نیست، شما ایرانی هستید، حالا مهم نیست. میگن خورشید میتابه حتی به اونایی که دوستش ندارن. شاهنشاه کوروش و تاریخ ایران به همه میتابه، حالا ولو به اینکه دوستش نداشته باشن. ولی مسئله که هست، یک چیزی داره به نام فرشگرد. مسئله اقتصادی، ببینید در یک جایی سوسیالیست جواب میده، در یه جایی پس شما کاپیتالیسم آریا جواب مهری میده، در هستید، چون هر جایی. فرشگرده ها الان آریا مهری ها و سلطنت طلبان، ولی من دیدم که شما آقای اون جمله رو از من دزدیدن عزیزم. فرشگرد اصلا یعنی به روز رسانی. همین واژن هم اون آقای دامون گلریز و اینا بچه‌ای ان که بابا کارهای منو دنبال میکنن، همین واژن هم از ما دزدیدن. یه مش بچه لیبرالن که ببخشید 20 ثانیه دیگه قطع میشه. شما بدرود آقا بگید ما هم اصلا بدرود بگیم. خواهش می‌کنم. خدا 20 نگهدار، ثانیه دیگه قطع شبتون میشه. بخیر. یه ساعت دستتون درد نکنه به هر حال اومدید. خواهش کوچیک می‌کنم، همه هستم، موفق قربونتون باشید. برم، فدای شما، فداتون بشم، خدا بدرود. نگهدار.